دلم می‌سوزد. میخواهم فریاد زدم، با تمام وجودم داد زدم. ای قسمت، چرا اینقدر بیرحم و بیوفایی؟ چرا مرا بدبخت گردانیده؟ چرا از لذت زندگی ناچشانیده حیاتم را تلخ ساخته؟ روزی خوش و خرسنده را ندیده، حیات بیرنگ و غم و غصه را نصیبم گردانیده. آخر آرزو داشتم مثل دیگر انسانها خوشبخت باشم، دوستان زیاد داشته باشم، تمامی آرزوی و حوثم را با همراهی دوستان و پیوندانم ببینم. لیک افسوس، صد افسوس که آرزوهایم برباد رفت و در چراهای زندگی حیران و لاله مانده. دل شکسته زخمینم را تنها ساخته و امید آخرم را از من را بوده. آخر چی دیدم و چه بهره بردم از این دنیای بیوفای دو روزه؟ فقط عذاب و رنج و غم و درد. ولی در دلم ترس از خدا تکان میدهد و خود را باز میدارم و باز بر زمین این ناکامی ها شکر میکنم، زندگی را پیش میبرم. خدایا مرا ببخش برای ضعیف بودنم، برای گریه و سوختنهایم، برای خطاگی و برای سنجش هایت. چون گناه از من صادر شده باشد متأثرم و طلب مغفرت میکنم. خدا را شکر، هزار مرتبه شکر.